ببین یه فرمالیته میرم چون این کار رو انجام دادیم. خب فیلم دوباره شروع. برای انجام ژل پلیش شروع میکنم کوتیکول ها رو کاملا به سمت عقب هدایت میکنم. با استفاده از سرسوهان شعله‌ای کاملا دورگیریمو انجام میدم. تمام کوتیکول ها رو باز میکنم. بعد از باز کردن شروع میکنم با قیچی مانیکورم کامل تمام کوتیکول های ناخن مشتریمو میگیرم. بعد از اینی که این کار رو انجام دادم شروع میکنم با سرسوهان بافری. دور موتور خیلی کم. برای سرسوهان بافری دستگاه حتما روی دور چپگرد باشه لطفا. دور موتور خیلی کم باشه. شروع میکنم. بالشتکا رو گرفتم. صدف ناخن مشتریمو یک کوچولو خط و خش میکنم. علت که یه ذره خود به دست نباید بخوره. سعی کنیم به هیچ عنوان سرسوهان بافری رو به دست مشتری چون 100% خونی میکنه. ببین دیدی که صدف رو کاملا خط و خش کردن. اوکی؟ علت خط و خش کردنه چیه مریم جون؟ علت خط و خش کردنه اینه که متریال مصرفی من بعد از زدن کامل لا بلا این درزها برن. یه مثال برات میزنم. دیدی یه سرسره داریم. وقتی یه سرسره دارم من یه روسری های چیزی رو از اون بالا میندازم میپایی. دیدی چون سره ویش همونجا که شما میندازی همونجا میاد پایین. میاد پایین. حالا من میام همون سرسره رو خط و خش میکنم. اون روسریه رو بندازم چه اتفاقی میفته؟ گیر میکنه. ببین باعث نمیشه. دیدی بعضیا میگن رفتیم یه جای ژلیش انجام دادیم 2 روز بعد کنده شده ژلیشون. علتش اینه که اون خانوم براشون این زیرسازی رو انجام نمیده. یعنی چون داره هزینه کم میاره میخواد خیلی سطحی و سرسرکی کار انجام بده داستان رو تموم کنه ببنده فقط پولش رو بگیره. ولی ما سعی می‌کنیم خیلی با دقت این کارو انجام بدیم. یعنی خط و خش کردن همینقدر مهمه و علتش هم اینه که این متریال من میره لابلا این باعث میشه ژلیش من کنده نشه. میام شروع میکنم. من از این لومن الکلم استفاده میکنم. الکل با پد شروع میکنم کاملا. ببین من یه دونه رو نشون میدم توی فیلم ولی شما 10 تا انگشت رو این کار انجام. یعنی 10 تا رو دورگیری کن، 10 تا رو قیچی کن، 10 تا رو خط و خش کن، بعد 10 تا رو بیا با. آره بخاطر یه کوچولو اینجاش برید. یه کوچولو اشکال نداره. با پد و الکل کاملا تمیز میکنم. بعد از این مرحله میام از دهیدراتور استفاده میکنم. دهیدراتور اسپری هم هست. دهیدراتور اینطوری چوتکی هم هست که میتونی یه انگشت ولی من همیشه با این از اینا میگیرم. یه کوچولو اسپری میکنم. کار دهیدراتور چیه؟ کارش اینه که رطوبت صدف ناخن مشتریمو میگیره. یعنی ضد قارچ در واقع دیگه. باعث میشه که صدف هم رطوبت نداشته باشه که من این متریال رو گذاشتم زیر اون متریال رطوبت باشه. دیدی اگه یه نونه بکنیم توی پلاستیک درش پس چون رطوبتی کپک میزنه و خراب میشه. دیدی شکل قارچ حتی اون شکلیه. استفاده نمیکنن یا متریال مصرفی بدی دارن یا متریال مصرفیشون رو جوری میذارن که یک گوشه از ناخن هوا داره از اون تیکه هوا رطوبت میره زیر سریع مبتلا به قارچ میشه. خب من ضد قارچم رو زدم روی 10 تا انگشتم. میکنم زدن پرایمرم رو میزنم. به چه صورت؟ به صورت کاملا ماساژی. ببین ماساژ میدم. ماساژ ببین من اینجوری پرایمرم رو نمیزنم. میدونی چرا نمیزنم؟ حدس بزن ببینم برای چی اینجوری نمیزنم. چون که براتون آره نه اینجوری صاف نمیزنم. تقریبا درست گفتی. آره ببین صاف نمیزنم چون اگه صاف بزنم ببین من اگه صاف بزنم خب چی میشه؟ تمام خط و خشا روش گرفته میشه دوباره مثل این کار یه نوار میشه. من نمیخوام من این کاری کردم پس برای همین باید ماساژی انجام بدم. اوکی ببین ماساژ میدم میره داخل دستگاه یووی به مدت 30 ثانیه. همه رو با هم پرایمر میزنیم دیگه. بله تمام انگشتا رو همه رو با هم دیگه 10 تا رو پرایمر میزنم. 5 تا معمولا 5 تا انجام میدم باز 5 تا اون دسته دیگه تا موقع انجام میدم یک دسته باز 5 تا به این میاد بیرون. بعد یه دونه خب ژل پلیش رو 5 تا انجام میدم. یعنی 5 تا کارم انجام میدم میره داخل باز 5 تا دیگه. خب ولی ترمیم کاور لامینه حتما یه دونه یعنی یه دونه این انگشت یه دونه اون انگشت تا موقع اون دستگاه باز یه دونه دیگه اون تو دستگاه باز یه دونه دیگه. خب
پرایمرم زدم، شروع میکنم از بیس استفاده میکنم. از بیس، رابر بیس نه ها، من از بیس استفاده میکنم برای ژل پالیشم. ببین دورم، ببین به هیچ عنوان پرایمر، بیس، متریال مصرفی به هیچ عنوان داخل ریشه نمیره. یعنی باید 1 سانت بریشه، 1 میل بریشه. من استوپان 1 سانت نه 1 میل بریشه. ببین یعنی فقط تو که قسمت ریشه نمیره، دیدی؟ نه کاملا سفیده. ولی پرایمر میده. نه پرایمرم نمیره، هیچ چیزی 1 سانت 1 میل بریشه داخل نمیره. چرا؟ به خاطری که وقتی میره زیر ریشه، در نهایت من میخوام لاک بزنم، این سوره دیگه خب شوره میکنه میره داخل ریشه و کارم کاملا کثیف میشه. من 1 میل بریشه باید استوب کنم. اینم همینجوری. بیس هم من ببین ماساژی میزنم، میبینی کاملا ماساژی. 5 انگشت میزنم میره داخل دستگاه به مدت 60 ثانیه. 5 دقیقه بره تو کار بچه. یه انزدی امروز رفت ماشو یه لغم ماه من درست میگم اب نداره. الان 10 دقیقه دیگه بخواد شروع به کار کنی، شما بیا بیرون. 60 ثانیه داخل موند. خب این چون فارمولین هست اشکال نداره. 60 ثانیه داخل مونده. میام دور دوم بیسمو میخوام بیس بزنم. خب دور دوم این دور چجوری میزنم مریم؟ ببین میرم نزدیک ریشه، ببین میام پایین. ببین اینجوری برای من بیس نزنین، لاک نزنین. حالا بهتون آموزششو میگم. ببین میذارم نزدیک ریشم، ببین کجای دقیقاً 1 میل به ریشه است. ببین دستم بر نمیدارم، میبینی؟ اصلا دستم رو هوا نمیارم. اصلا بالا که گذاشتم یه دور میکشم، یه دورم ناخن مشتری رو میچرخونم، میبینی؟ این کار من 3 دور. آره یه دور وسط کنار میزنم، میره دور اول ماساژی زدم، دور دوم رو صاف زدم، میره داخل دستگاه به مدت 60 ثانیه. ثانیه داخل بیاره چون فرمت هست اشکال نداره، ولی صداها رو گوش کنیم. اون 30 ثانیه نه. با الکل و پد شروع میکنم. یه دست بزن، نه حواسم انگشت دست ببینی چسبناکه. خب بیا اینجا، من الان اینو پاک میکنم، زیاد نمیشم بس. الان دوباره دست بزن دیگه، چسبناک نیست. میبینی بعضی وقتا آره ببین نه چسبی بود اتفاقا. بعضی وقتا هنرجو فکر میکنه که این خونگیری چون خوش نشده هنوز. میگم نه این نوچیه اون متریاله. بعد نوچیشو با پد و الکل بگیرین، همین تمام. بایدیه. بله بایدیه. این بیس شبیهش میزنم. خب اینجا شروع میکنم زدن ژلاک. روش صحیح ژلاک زدن خیلی مهمه. یعنی شما اگر بلد نباشی یه ژلاک خوب بزنی 100% مشتری ناراضی میره از سالن. پس حتما باید یه کاری ارائه بدی که مشتری راضی باشه. کوتیکول ها رو کاملا محکم میگیرم، دست مشتری رو شیب میکنم به سمت پایین. هیچ وقت اینجوری برای مشتری لاک نزن. بعضی وقتا خود مشتری اینجوری میکنه که ببینه، ازم نباید اینجوری کنه مشتری، چون میره داخل ریشه کثیف میشه کارش و خودش در نهایت ناراضی از سالن میره بیرون. سر ناخن مشتری به سمت پایینه. خب شروع میکنم. ببین ژلاکمو کجا میذارم؟ ببخشید چشم برسید. دوربین تو بالا. دوربین تو زوم کن. آفرین. من بگی که خودت از اینجا ببینی، این از اینجا بگیره. اوکی. ببین شروع میکنم 1 میل بریشه. ببین ژلاکمو گذاشتم، میبینی ژلاک دور اول بسیار کم رنگ. ببین آره نه رو هم میتونی بکشی، ولی باید بری از بالا. اینجوری نکنی برای من، باید برین از بالا. خب ببین 1 میل بریشه، میبینی بیا پایین. دیدی کم رنگه. دوباره در نهایت دور اول همیشه کم رنگه، اصلا نیازی ندارم پرم، همون 3 دوره یعنی کافیه در نهایت.
میره داخل دستگاه یووی. برای دور اول خیلی ژلاک و کم رنگ میزنه به مدت 60 ثانیه. بیار بیرون. 60 ثانیه اول داخل دستگاه اومده بیرون، مجدد بالشتر کارو میگیرن، ژلاکو شروع میکنم از قسمت بالا. درسته مریم جان؟ ببین میرم بالا، ببین ژلاک. خب یه روشی داریم. خب ببین حالا یه تکنیکی هست، احتمالا شاید خودت متوجه نشده باشی، ولی من ژلاکمو اینجوری نمیزنم. اینجوری منظورم چیه؟ منظورم که این دست زیریه ببین نیست، من رو هوا نمیزنم چون دستم میلرزه. اگه تو اینجوری لاک بزنی صد. ببین من این دستم گذاشتم روی زمین، این دستم به این دستم اهرم کردم، یعنی این باعث شده که ببین همین انگشت کوچولی که به این وصل میکنم باعث میشه لرزش دست من نگه داشته بشه. خب پس حتما اهرم داشته باشین، اینجوری رو هوا نزنید، چون اینجوری منم اینجوری کنم اینجوری دستم میلرزه. اینو به این اهرم کنیم، به این دست رو زمین بذار، این دست مشتری هم که روی اینه. ببین کامل دستتو بذار اینجا، شروع کن. ببین بعضی ژلاک ها توی دو دور در نمیاد، یعنی یکم سایه داره. بعضی ژلاک ها اینجوری هم. خب میذاری داخل دستگاه 60 ثانیه، میاد بیرون، یه 60 ثانیه دیگه میزنی. خب ولی این ژلاک الان اوکیه، با یه دونه کاور در میاد. خب ولی بعضی ژلاک ها مثل لیموی اینا حتی 3 دور هم اجازه داره، ولی ژلاکی که پیگمنتش بالایی مثل زرشکی حتی بعضی وقتا فقط یه دوره، شما اگه 2 دور اونو بزنی 100% برگشت میکنه لاکن، چون ضخامتش زیاد میشه، مثل یه پوست لواشک قشنگ کامل برمیگرده. ژلاک دور دوممو زدم، میره داخل دستگاه به مدت 60 ثانیه. ببینید لطفا اینجا کارو می‌کنم، آموزش میدم که شکل. شروع میکنم زدن اسمش یادم شده زدن تاپم. خب میخوام تاپ بزنم. ببین به هیچ عنوان وقتی تاپو بم داری این همه نداشته باشه سرش، چون تو تا میای بزنی همه شوره میکنه تو قسمت‌های کنار ناخونت و خیلی این بده. خیلی من بهت گفتم دیگه 1 میل بریشه هیچ چیزی نباید بری، هیچی، نه ژلاک نه پرایمر نه تاب نه بیس، هیچی. یعنی کنار ناخن اینجوری میشه که کار تمیز میشه. خب شروع میکنم. آرام کجای بدبخت وسط نوبتشه، نگاه میکنم نمیشه. شروع میکنم زدن تاپم. ببین از قسمت ریشه شروع میکنم زدن تاپم کاملا صاف. خب اینو میتونی چند بار بزنی دیگه؟ آره اینو میتونم چند بار، ولی باید باز هم ریشه بزنم. ولی ببین باید خیلی نازک باشه، یعنی نباید اونجوری حالت شوره‌ای که بهت نشون دادم هیچی نداشته باشه. فقط من دارم علت این که الان چند بار کشیدم تو اینو میخوام کرم کنم. خب ببین اینجا انتهای کارمه. تاپو که میزنم میره داخل دستگاه به مدت 60 ثانیه و کار مشتری من تمومه. خب حالا من میخوام اینو کرم کنم. تو بدون که اگه میخوای لاک معمولی بزنی بره داخل دستگاه 60 ثانیه تموم. حالا اگه بخوایم کرم بزنیم، من تاپمو زدم میره داخل دستگاه به مدت 30 ثانیه. اون که میخواد تموم بشه 60 ثانیه است، ولی اینی که میخوام کرم بزنم فقط و فقط 30 ثانیه، یعنی نباید بیشتر باشه وگرنه کرمو نگه نمیداره. پس 30 ثانیه میفرستمش داخل دستگاه. علامت 30 ثانیه هم داره. برای زدن کرم حتما از انگشت استفاده کنید. میشه با قدم واسه چوتن کارو کرد مقدار کرم درست.
فیلمتو بگیر دست من، بیار بیرون دستتو. ببین کرم خوب شروع میکنم یه کوچولو با ببین کرم با کیفیت با کرم معمولی چقدر الان بهت نشون میدم که فرق میکنه. پس سعی کن متریال با کیفیت استفاده کنی. این کار شما فکر میکنم نزدیک 4-5 روزه که انجام دادین، درسته؟ یه هفته است. ببین اون خانم برای شما کرم انجام داده، ما هم کرم انجام دادیم. ببین اختلاف زیبایی رو متوجه میشی. ببین این چقدر، ببین اصلا انگار کرم نیست. ببین خیلی ساده. ببین برق اینو نگاه کن چقدر فرق میکنه تو زیباییش با این کناری. این فقط یه حاله انگار اومده کرم انداخته، ولی کرم اصل که شما میزنی، کرم با کیفیت که میزنی همینقدر باید زیبا و با کیفیت باشه. کرممو زدم خوب. بعد میره تو دستگاه؟ نه الان بهت توضیحشو میدم. کرممو زدم. ببین یه تاپ داشته باش کلا برای کرمات. خب تاپ کرمه میبینی روش هم نوشتم، یعنی من اجازه ندارم با تاپ معمولی، چون شاید اون تاپ رو بخوام اون تاپ رو میخوام روی دست قرمز ساده بزنم. خانمه میگه ازم چرا این برق میزنه، من ساده بود قرمز. و میگم این تاپ هم کرمی شده. ببین مثل یه سایه که اگه این چوتکی الان قرمز بزنی کرمش میشه رنگی باشه یا نه کرم رنگی نیست. کرم معمولا چیزه، هر چی باشه کرم با کرم اشکال. یه تاپ بذار کلا برای کرم. و ببین بعد از اینی که زدم شروع میکنم زدن تاپم. یعنی من توی کرم 2 بار تاپ میزنم. یه تاپ میزنم 30 ثانیه میره داخل دستگاه میاد بیرون، روش کرم میزنم. وقتی که اومد بیرون دوباره کرم تاپمو میزنم میره داخل دستگاه به مدت 60 ثانیه. آره دور آخر باید 60 ثانیه باشه. بله رنگی داری چیه؟ آره رنگی ها اشکالی نداره. ببین کرم وقتی تاپت کرمه اصلا رنگی هم اشکال نداره. طلایی داره، نقره‌ای داره، هر چی باشه به تاپ نمیگیره رنگشو، فقط برق میندازه. ولی من نمیخوام رو لاکای معمولی برق بیفته، درسته؟ پس باید یه تاپ ساده داشته باشم، یه تاپ کرم داشته باشم. هیچ نوع قیچی سعی کنید جزو متریال مصرفی آموزش که به شما رو زمین نه تا قیمتش 1800 بچه‌ای که میندازن خودشون یه دونه تعیین میکنن میارن. از پول کلاس وقت قیچی پس مراقبش باشه که نیفته اصلا رو زمین. حالا نه ترسی بیشتر بده. به من گفتم ترسی بیشتر نه. استرس گرفت. من ندیدم. خب بیا قیچی کن هست ولی خب اگه بسیم قیچی تو کار مراقبت کنید. خب تموم بیا بیرون. ببین بعد از کرم باید من بعد از کرم نه بعد تمام ژلاکام یه دور سوهان میزنم به خاطری که ژلاکای مشتریم لب پر نشه. لبه آزاد ناخنم رو باز میذارم که به جای گیر کرد یا هرچی حالا کنده نشه، نپره در واقع ژلاک مشتریم. یه کوچولو اینجا چیز داره، اینا همه میره وقتی که روغن میزنید. یا مشتری به دستشو بشوره کاملا پاک میشه تا بشه. این روغن آره من چند دستت بریده است نمیخوام روش مانور بدم خیلی، وگرنه خیلی آروم. ببین این کنده میشه الان باز میشه. میبینی داره باز میشه. دستت کجاش خونیه نمیدونم. خونی نیست. یه جا گفتی میسوزه چرا؟ همون جاهای همونجا میسوخته شده. باید دور ناخن مشتری تو تمیز کنی کاملا. دیدی برش میشه گوشت مشتری رو ببر، فهمیدی چی؟ کامل من خیلی برم خودم میبرم. دیدی حتی از کار خودت نگاه کن چقدر تمیزتر شد.